الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که حکم استعاذه و بسمله را در نماز به ما بیان بکنید. حکمش و موقعش را به ما بیان بکنید. اولا استعاذه این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن است. بسمله بسم الله الرحمن الرحیم گفتن است که با زبان عربی اختصار کنید. اگر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استعاذه بسم الله الرحمن الرحیم را بسمله میگویند. موقعش کجاست شد؟ بعد از اینکه شما الله اکبر میگویید، تکبیر احرام میبندید، به نماز شروع میکنید و بعد از الله اکبر گفتن دعای استفتاح را میخوانید که البته دعای استفتاح گوناگون است و از همه کوتاه‌ترینش که روایت است از عمر ابن الخطاب، از ابو سعید الخدری، از مادرمان عایشه رضی الله عنها کسی که میگویند سبحانك اللهم بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک، از همه کوتاه‌ترینش همین است. و دیگر گوناگون این دعا بجای این میتونید که بگویید با مانند اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد، که در صحیحین اومده است و غیر ذلك در دعاها. یکی از این رو وقتی که میخونید، بعد پیش از تلاوت سوره فاتحه موقع همینجاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میگوید. حکمش، البته در حکمش علما اختلاف کردند. ابن حزم، اوزاعی و بعضی از علما یک قول به امام احمد ابن حنبل نسبت میدهند، میگن واجب است. اما جمهور علما، جمهور صحابه، جمهور تابعین همه میگن که این سنت است و حکمش ندب است، یعنی مستحب است. و قول راجح هم همین است، والله اعلم بالصواب، که حکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گفتن در نماز این مستحب است. اگر بناگاه فراموش کرده مانید، ترک کرده مانید، انسان سجده سهو نمی کند، نمازش را گشته نمی کند، بلکه نماز است. و این قول دوم قول راجح است. و دلیل برای سنت بودنش این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کان تعوذ میکردن، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگفتن و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن پیش از تلاوت سوره فاتحه، که البته این روایت را امام ابو داود در سننشون روایت کردند. اما بلند گفته می شود یا پست؟ البته پست گفتنش سنت است. پست گفتنش سنت است و بلند گفتنش بعضی از علما میگن منسوخ شده است و بعضی از علما میگن در اول بود و بعد از این، لیکن قول راجح پست گفتنش است. یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میگید. و بعد از اینکه سوره فاتحه رو قرائت کرده شدید، بعد از این در ضمن سوره بسم الله الرحمن الرحیم میگوید. البته بسم الله الرحمن الرحیم گفتن مستحب است. اما بعضی از علما به مانند ابن باز و غیر از فقها و از امام های گذشته بزرگ و از متقدمی میگویند اگر بعد از سوره فاتحه شما یگان سوره خونید، سوره کامل خونید، از سوره های کوچک و دراز، از اول سوره خونید بسم الله الرحمن الرحیم میگید. اما از بین سوره آیات خونید بسم الله الرحمن الرحیم نمیگوید، بلکه تلاوت میکنید. این رکعت اول بود. و در رکعت دوم، در رکعت سوم، در رکعت چهارم شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نمیگوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استعاذه در نماز فقط یک بار است. یک بار بعد از دعای استفتاح کردن پیش از سوره فاتحه رو خوندن میگوید و دیگر گفتنش البته ضرور نیست و این قول راجح است. و اما بسم الله گفتن در هر یک رکعت پیش از تلاوت سوره فاتحه بسم الله میگید و بعد از تلاوت سوره فاتحه اگر یگان سوره دیگر خوندنی باشد ضمن سوره بسم الله میخوانید، بسم الله را میخوانید. بارک الله فیکم. این بود مختصری این قول. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.